وادی فرغانه کانی بادام و خوجندم پیشتر در کتاب ها مثلا یاقوت حموی اینکه سالهای 500 زندگی کردگی است. یک کتاب دارد به نام معجم البلدان. معجم البلدان یعنی که فرهنگ شهرها، الفا و دقتی حرفها رو دربارش معلومات داده است. در حرف کاف درباره کانی بادام معلومات داده است. ببینید سال 500 هجری زندگی کرده است. درباره کانی بادام در کتاب معجم البلدانش نوشته است کند بعدم کان کثیر الجوزی، شهری کانی بادام، شهری سیر بادام بود، حتی به یک درهم 1000 بادام داده میشد. بادام هاش بسیار بادام های عجایب است، با دست پستلاخش روانده میشد. بعضی امکاما بودن کاغاتی میگفتن. کاغاتی یعنی بادام کاغذین. کانی بادام اصلا کانی بادام بود. از اگر روید اگر زردالو میبینید. برای چی کانی بادام نه کانی زردالو شد حاضر؟ برای آنکه بادام، درختی بادام 10 کیلو بار میدهد. 1 کیلو بادام اگر مثلا 100 سومان باشد، اگر 10 کیلو بادام 100 سومان میشد، 1000 سومان میشد. لیکن یک بیخی درخت زردالو گاه 1 تن هم حاصل میداد. بله زردالو ارزان است لیکن در مجموع از بادام میگذشت. و بادام هر سال یک سال بیمار میشه، یک سال حاصل میده، یک سال حاصل نمیده. زردالو هم همین خیلی است ولی نسبتی بادام با آفات ها بسیار دچار نمیشد. به زمینی شهری کانی بادام زردالو بسیارتر مناسب تر است. بنابراین مردم آهسته آهسته زردالو کشت کردند و بادام ها کم کم از بین رفت. بله بادامزارها داریم حالی هم. حتی یکی از رئیسای شهرها ما بسیار کوشش میکرد که کانی بادام گشته کانی بادام کنیم و بادام زیاد شود در بسیار ده ها گکترها، یعنی که امر کرده بود که بادام شینانده شود. ولی فایده عمومی زردالو از بادام بسیارتر بودن به با مردم بسیارتر به زردالو روی آوردن. خلاصه کانی بادام در وادی فرغانه جایگیر است گفته نوشته است. یعنی معنی اینا ندارد که کانی بادام از آن ازبکستان است، نه، فقط وادی همین خیلی بود، سرحدا نبود. قزوین هم وقتی که سرحدا پیدا شد یک قسمتش مثلا در آذربایجان باقی ما یک قسمتش در ایران. ببینی موجه از همونجا بودن، برای که آذربایجان هم آدمایی دارد که فارسی زبان هست. خلاصه از همونجا هستن، قزوینی عرب نیستن. خلاصه